به چطوری حسین چاخان؟ بازم که آویزون کرونا یاب مستعان شدی. کرونا یاب مستعان و مرض، فقط همین مونده بود که تو مسخرم کنی. حسین جان واکسن جدید چی داری؟ خوب شد گفتی. این واکسن ها بلای جون ما شده. ملت مسخره اون میکنن، میگن این آب مقطره. مگه نیست؟ ببین کووید 19 بلند میشم یه چک افسری بهت میزنم از 19 برسی به 0 ها. بابا مال این صحبتا نیستی. چک افسریدم حتما شبیه انتقام سختته. ببین کووید جان، بیا بریم جلوی ملت. من چند تا از این واکسن ها بهت بدم، تو خودتو بزن به بیحالی تا مردم بفهمن که واکسن های ما واقعیه. کووید جان، تو عزیز ولایتی، تو رفیق مایی، بیا مردونگی کن، آبروی مقام عظما رو بخر. امت همیشه در صحنه، امروز ما طی یک عملیات چند بچه‌ای و با استفاده از کرونا یاب مستعان ویروس کرونا را دستگیر کردیم، آوردیم اینجا تا واکسن هامون رو روش آزمایش کنیم و به شما نشون بدیم که این واکسن ها چه بلایی سرش میاره. واکسن برکت رو بیارید. امت همیشه در صحنه، الان واکسن ما داره عمل میکنه. بعدی رو بیارید. کووپارس رو بیارید. نورا رو بیارید. پاستور رو بیارید. وای چقدر مستم من. وای چقدر مستم من. آخ ببین کوویدم و مخ تیلیتم و وای چقدر مستم من. عجب واکسنی بود، خیلی روش عمل کرد، بردش فضا.